أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید باب فضل قیام اللیل، یعنی که باب در مسئله فضیلت قیام لیل، فضیلت نماز شب می باشد. پس ما و شما از این باب دو درس گرفتیم و حالا باشد درس سیوم از این باب را براتون تقدیم میکنم. درس سیوم ما و شما در زیر این باب حدیثی 1170 کتاب ریاض الصالحین هست. حدیث 1170 از کتاب ریاض الصالحین. امام نووی رحمه الله در زیر این حدیث 1170 میگوید و عن عایشه رضی الله عنها ان رسول الله صلی الله علیه و سلم کان یصلی 11 رکعتا. از حضرت عایشه رضی الله عنها روایت است، میگوید هر آینه رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز میگذاشتن 11 رکعت، تعنی فی اللیل، یعنی مقصدش که در شب، نماز شب رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید 11 رکعت بود. یسجد السجدة من ذلك قدر ما یقرأ احدكم 50 آیة قبل ان یرفع رأسه. میگه سجده میکرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم، سجده ای که من ذلك، یعنی در همین 11 رکعت سجده هاش چنان بود که قدر ما یقرأ احدکم 50 آیة، یعنی به اندازه، به مقدار هر یکی از شما که 50 آیت رو میخونید، سجدهش انا همین قدر میگه طولانی بود. قبل ان یرفع رأسه، پیش از اونه که بردارد پیغمبر صلی الله علیه و سلم سرش را. یعنی که 50 آیت را شما وقتی که میخونید چی قدر وقت رو میگیرد؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم انا همین قدر، به انا همین اندازه در سجدهش می ایستادند. در سجدهش همین قدر طولانی بود. و یرکع رکعتین قبل صلاة الفجر، و پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه 2 رکعت نماز پیش از نماز بامداد میخواندند. ثم یضطجع علی شقه الایمن، بعد پیغمبر صلی الله علیه و سلم دراز میکشیدند به طرف راستشان، حتی یأتیه المنادی للصلاة، تا آن وقتی که بیاید نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم منادی، یعنی اذان گوینده، تا آمدن اذان گوینده للصلاة، یعنی که برای قامت نماز یا برای اقامه گفتن نماز آمدن، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید پس دراز میکشیدند. رواه البخاری، و این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت کرده است. پس در این حدیث حضرت عایشه رضی الله عنها مادرمان عدد رکعت های نماز شب رسول الله صلی الله علیه و سلم را گفتن و همچنین صفت خواندن نماز شب را که چقدر در سجده هایش رسول الله صلی الله علیه و سلم طولانی می ایستادن، یا چقدر براحت رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز شب را ادا می کردن. این بود حدیث 1170. بعد از این حدیث 1171 کتاب ریاض الصالحین. و عنها قالت، یعنی از حضرت عایشه رضی الله عنها روایت است که گفت ما كان رسول الله صلی الله علیه و سلم یزید فی رمضان ولا فی غیره على 11 رکعتا
یصلی اربعا فلا تسأل عن حسنهن و طولهن. از حضرت عایشه رضی الله عنها همچنین در زیر حدیث 1171 کتاب ریاض الصالحین روایت است، میگوید ما کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیره. یعنی زیاد نمی کرد رسول الله صلی الله علیه و سلم نه در رمضان و نه در غیر رمضان علی 11 رکعتا، یعنی از 11 رکعت زیاد میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز شب زیاد نمیگذاشتن، یعنی 11 رکعت میخوندن، چی رمضان باشد چی غیر رمضان. یصلی اربعا فلا تسأل عن حسنهن و طولهن. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه 4 رکعت میگذاشتن، فلا تسأل عن حسنهن، پس میگه نپرس از زیباگی این 4 رکعت نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم و طولهن، و از طولانی بودن این 4 رکعت نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه نپرس، از زیباگی و طولانیش میگه نپرس. ثم یصلی اربعا فلا تسأل عن حسنهن و طولهن، پس باز رسول الله صلی الله علیه و سلم میگذاشتن 4 رکعت، میگوید پس نپرس از زیباگی و طولانی این 4 رکعت نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم. ثم یصلی ثلاثا، بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم 3 رکعت میگذاشتن، یعنی 4 تا 4 تا 8 تا، بعد از این 3 تا دیگر 11 تا 11 رکعت رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز میگذاشتن در شب. فقلت یا رسول الله اتنام قبل ان توتر، پس حضرت عایشه رضی الله عنها میگوید گفتم که ای رسول الله آیا خواب میکنی پیش از اونه که نماز ویتر بخوانی، یعنی پیش از نماز ویتر ای رسول الله صلی الله علیه وسلم خواب میشوی؟ فقال، پس میگه رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتن که یا عائشه این عینی تنامان ولا ینام قلبی، گفت ای عایشه هر آینه 2 چشمان من خواب میکنن اما دل من خواب نمی کند، یعنی 2 چشمانم پوشیده است، 2 چشمانم محکم هست اما دلم بیدار هستم. پس حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم برای حضرت عایشه رضی الله عنها این طور جواب داد. پس این خاصی، یعنی که این صفت خاص یا از خصائص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که چشمانش را می پوشیدن یا چشمانش خواب میکرد اما دیلش بیدار. این از خصوصیت های رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشد. این حدیث متفق علیه می باشد. پس حضرت عایشه رضی الله عنها در این حدیث ما و شما را برای عددهای نماز شب رسول الله صلی الله علیه و سلم راهنمایی کردن که 11 رکعت بود. بعد از این حدیث 1172 کتاب ریاض الصالحین و عنها ان النبي صلی الله علیه و سلم كان ينام اول الليل و یقوم آخره فیصلی. یعنی از حضرت عایشه رضی الله عنها روایت است، میگوید هر آینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم کان ینام اول اللیل، یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه در اول شب خواب میکردن، نماز خفتن رو میخوندن در اول وقتش میگوید و بعدش پیغمبر صلی الله علیه و سلم خواب میکردن. و یقوم آخره فیصلی، و میخست پیغمبر صلی الله علیه و سلم در آخر شب پس نماز میگذاشت، یعنی پیش از صبح آخر شب میخستند و رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز شب میخوندن، یعنی نماز تهجد میخوندن. چطوری که در اول این باب گفتیم که نماز تهجد از نماز قیام لیل چی فرق دارد. نماز تهجد
انسان نماز خفتن را میخواند و خواب میشود، بعدا میخیزد نماز شب میخواند، این را میگویند تهجد. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم با طبق این روایت حضرت عایشه رضی الله عنها نماز تهجد میخواندند، زیرا که خواب میکردند، بعدا خسته نماز شبشون را میخواندند. این حدیث متفق علیه می باشد. این بود حدیث 1172. بعد از این حدیث 1173 کتاب ریاض الصالحین. و عن ابن مسعود رضی الله عنه قال، حضرت امام نووی رحمه الله میگوید که از ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که گفت صلیت مع النبی صلی الله علیه و سلم لیلتا، میگه نماز گذاشتم همراه پیغمبر صلی الله علیه و سلم شبی، یکی شب از شبها میگه با رسول الله نماز گذاشتم. فلم یزل قائما، یعنی که بردوام رسول الله چخت بودن، یعنی چنان طولانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم قیام کردن، یعنی قیام رسول الله در حالت چخت ایستاده نماز خواندن رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه چونان طولانی بود. حتی هممت بامر سوء، حضرت ابن مسعود میگوید که به اندازه طولانی رسول الله قیام کردن که هممت، میگه من قصد کردم بامر سوء، یعنی به تصمیم گرفتن بده، یعنی تصمیم بد گرفتم میگوید، یعنی قصد کردم، یک قصدی بده کردم و دیدم رسول الله صلی الله علیه وسلم چنان طولانی نماز میخوند، یعنی قیامش چنان طولانی بود. قیل ما هممت، گفته شد که اون قصدی بدی تو چی بود، یعنی چی قصدی بد کردی؟ قال ابن مسعود رضی الله عنه گفتن که هممت ان اجلس و ادعه، میگه قصد کردم که بنشینم، یعنی رسول الله چنان طولانی قیام کردن که خسته و مانده شدم، قصد کردم که بشینم و ادعه، یعنی پیغمبر را تنها بگذارم، یعنی که دیگر همراهش در حالت قیام بودن با رسول الله یک جا نباشم، زیرا که طولانی بد کرد. ابن مسعود میگه خسته بد شدم، بسیار خسته شدم، پس میگه این طور نیتی بد کردم، این طور قصدی بد کردم، تصمیمی بد گرفتم برای طولانی بودن قیام رسول الله صلی الله علیه و سلم. این حدیث متفق علیه می باشد. این بود حدیث 1173 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1174 کتاب ریاض الصالحین. امام نووی رحمه الله میگوید که و عن حذیفه رضی الله عنه قال، یعنی که از حذیفه رضی الله عنه روایت است که گفت صلیت مع النبی صلی الله علیه و سلم ذات لیلة فافتتح البقره، میگه نماز گذاشتم، حضرت حذیفه رضی الله عنه میگوید که نماز گذاشتم همراه پیغمبر صلی الله علیه و سلم شب از شبها، یعنی یک شب با رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه نماز گذاشتم، نماز شب. فافتتح البقره، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه شروع کردن به خواندن سوره بقره، یعنی فاتحه، سوره الحمد را که خواندن، بعدش میگه در ضمن سوره بقره را رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه شروع کردن. فقلت، حذیفه رضی الله عنه میگه گفتم که یرکع عند المئة، یعنی شاید رسول الله رکوع میکند وقتی 100 آیت اولی سوره بقره را بخواند، یعنی تقریبا نیمی سوره بقره را گفت بخواند، شاید که سجده میکند، شاید که رکوع میکند. ثم مضى، پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه از 100 آیت گذشت. فقلت یصلی بها فی رکعة، پس میگه خودم به نفسم گفتم که رسول الله صلی الله علیه و سلم سوره بقره در یک رکعت شاید میخواند، یعنی که یک رکعتی نماز شبی رسول الله
میگه گفتم شاید با سوره بقره با اتمام برسد. فمدا، پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم این سوره بقره رو خلاص کرد و گذشت به سوره دیگر، سوره بعدی را گذشت. فقلت یرکع بها، پس میگه گفتم شاید رکوع میکند با آن سوره که بعدش تر کرده بود. ثم افتتح النساء فقرأها، بعد شروع کرد میگه رسول الله صلی الله علیه وسلم سوره نساء را، پس سوره نساء را خواند. یعنی بعد از سوره بقره میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم سوره نساء را خواندند. ثم افتتح آل عمران، بعد از سوره نساء باز رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه سوره آل عمران رو خواند. یعنی این در یک رکعت است. فقرأها، شروع کرد میگه سوره آل عمران را، سوره آل عمران را هم تا به آخر خواند. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک رکعت نماز شبش این سه سوره را یک جا خواند: سوره بقره، سوره نساء، سوره آل عمران را در یک رکعت خواند. حضرت حذیفه رضی الله عنه میگوید یقرأ مترسلا، میگه با فکر نکنی که رسول الله اینها را تیز میخواند، نه، مترسل میخواندن. مترسل یعنی چی؟ مترسل یعنی که آرام، با ترتیل، با تجوید، به حضور رسول الله صلی الله علیه وسلم این سه سوره را میگه خواندن. میگه اذا مر بآیت فیها تسبیح سبح، هنگامی که میگه میگذشت به آیتی که در اون تسبیح باشد، تسبیح میگفت. یعنی که هر آیتی که امری برای تسبیح گفتن میشد، میگه رسول الله در اونجا تسبیح را انجام میداد تا همین اندازه به حضور. و اذا مر بسؤال سأله، و هنگامی میگذشت به آیتی که در اون آیت در مسئله دعا کردن است، طلب کردن است، سأل رسول الله صلی الله علیه وسلم در اونجا میگه دعا میکرد و طلب میکرد تا همین اندازه به حضور. و اذا مر یتعوذ، و اذا مر بتعوذ تعوذ، و هنگامی که رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه میگذشت با آیتی که برای پناه جوستن به الله تبارک و تعالی هست، برای پناه جوستن، تعوذ یعنی که پناه می جوست به الله تبارک و تعالی از تمام بدی ها و از تمام سختی ها. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم پناه جویی میکرد به الله تبارک و تعالی. وقتی به آیت میگذاشت که امر است در اون آیت برای پناه جوستن به الله تبارک و تعالی. ثم رکع فجعل یقول، بعد از همه این میگه رکوع کرد. پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم در رکوعش میگفت که فجعل یقول، پس شروع کرد به گفتنی سبحان ربی العظیم، یعنی سبحان ربی العظیم میگفت، یعنی پاک از پروردگاری بزرگ من. فکان رکوعه نحوا من قیامه، پس میگه بود رکوعی پیغمبر صلی الله علیه و سلم به اندازه قیامش. نحو من قیامه یعنی به اندازه قیامش میگه رکوعش طولانی میکرد پیغمبر، یعنی چقدر رکوعی طولانی داشت. ثم قال، بعد از این رکوع طولانی میگه میگفت که سمع الله لمن حمیده. بعد از این ربنا لك الحمد این را میگفت و ثم قام طویلا، یعنی سمع الله لمن حمیده یعنی شنوید الله تبارک و تعالی هر کسی که حمد الله را گفت. ترجمه شنین است، شنید الله سبحانه و تعالی هر کسی که حمد الله را بگوید. ربنا لك الحمد، پروردگارمان، لك الحمد یعنی حمد و ستایش خاص تو می باشد ای الله تبارک و تعالی. بعد از گفتن این یعنی سمع الله لمن حمیده ربنا ولك الحمد که می گفت، ثم قام طویلا قریبا مما رکع، بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه میخیست قیام میکرد طولانی قریب به اندازه رکوعش، یعنی رکوعش به اندازه قیامش طولانی بود. باز از
رکوع که میخیست اینا میگوین قومه. از رکوع وقتی سمی الله لمن حمیده گفتن میخیزی راست میستی، اینا میگوین قومه. پس رسول الله صلی الله علیه وسلم قومه میکردن، یعنی قیام میکردن، چخت میستادن به اندازه رکوعشون. یعنی چقدر با قومه رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد از سمی الله لمن حمیده گفتن چخت با چقدر طولانی میستادن، ذکرها و تسبیحات رو میگفتن. ثم سجد فقال، بعد پیغمبر صلی الله علیه و سلم سجده میکردن، پس میگفتن که سبحان ربی الاعلا، یعنی که پاک و منزه است پروردگاری عالی و بالا مقامم. فکان سجوده قریبا من قیامه، پس میگه بود سجده پیغمبر صلی الله علیه و سلم نزدیکی به قیامش، یعنی که با سجدهش بسیار طولانی بود، بسیار سجده طولانی، بسیار سجده طولانی سجده میکردن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. این حدیث را رواه مسلم، امام مسلم رحمه الله روایت کرده است. پس در این حدیث ما و شما خواندیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم در رکعت اول، یعنی که یکم سوره بقره را خواندن، دوم سوره نیسا را خواندن، سوم سوره آل عمران را خواندن. پس این حدیث اولا دلیل است به خاطر آنه که هر کسی که ترتیب را در خواندن قرآن رعایت نکند نمازش درست است بدون کراهیت. چطوری که رسول الله یعنی اول سوره بقره را خواندن، سوره بقره دوم سوره قرآن است، یکم سوره فاتحه است، دوم بقره است. و سوره نیسا را خواندن، سوره نیسا چهارم سوره ترتیب قرآن است و سوره آل عمران سیوم است. ببینید یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم با ترتیب سوره دیم را خواندند و چهارم خواندند بعد سیوم خواندند، یعنی ترتیب رعایت نکردند. پس به موافق این روایت بدون ترتیب اگر نماز را بخوانیم، بدون ترتیبی سوره های قرآنی، یعنی پیش و قفا بخوانیم، مثلا در یکم رکعت سوره تبت بخوان، در دیم رکعت سوره ازاجه را بخوان یا سوره قلیه را بخوان، درست می شود، چطوری که در این حدیث ما دیدیم. اما بعض علما میگویند پیغمبر صلی الله علیه و سلم این ترتیبی که نماز را خواندن این به مصحفی، یعنی که به قرآن ابن مسعود رضی الله عنه موافقت میکند. ترتیبی قرآنی که ابن مسعود رضی الله عنه ترتیب گذاری کردگی بودن یا گذاشتگی بودن یا جمع آوری کردگی بود، یکم سوره فاتحه، دوم سوره بقره است و سوم سوره نیسا، چهارم سوره آل عمران هست و طبق قرآنی که ابن مسعود رضی الله عنه ترتیب گذاری کردگی بود. پس این فایده در زیر این حدیث. این بود حدیث 1174. بعد از این حدیث 1175 کتاب ریاض الصالحین. در زیر حدیث 1175 امام نووی رحمه الله میگوید و عن جابر رضی الله عنه قال، یعنی که از جابر رضی الله عنه روایت است که گفت سئل رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی پرسیده شد رسول الله صلی الله علیه و سلم ای الصلاة افضل، یعنی کدام نماز افضل و خوبتر و بهتر و پرفضیلت تر است؟ قال، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که طول القنوتی، یعنی نمازی که قیامش طولانی باشد، نمازی که قیام طولانی داشته باشد، انا همون نماز افضل و بهتر و خوبتر می باشد. پس در نماز قیام را از رکوع از سجده دیده قیام را طولانی کردن این افضل و بهتر و خوبتر می باشد. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کردگی است. این بود حدیث 1175 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1176 کتاب ریاض الصالحین. این حدیث 1176 کتاب ریاض الصالحین را ان شاء الله درس آینده خواهیم گرفت. پس در همین جا درس امروزمون را به پایان میرسونیم و تا درس آینده الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم
و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.